من عکاس شبم. منظره شبو به شما نشون میدم و این نایتوگرافی سامسونگه. به نظرم دیدن منظره شب و ستاره ها رو همه آدما تاثیر قشنگی داره. مدت خیلی زیادیه که با موبایل سامسونگ عکاسی شب میکنم و امروز اکثر گوشی‌های موبایل توانایی نشون دادن آسمان شبو به همه آدما دارن. و نایتوگرافی تنظیماتی میگیم که دستیه، مثل یه دوربین عکاسی میمونه. یادتون باشه این تنظیمات تقریباً بین همه اندرویدها ثابته و میتونید ازش استفاده کنید. و اما بخش مورد علاقه من پرو یا حرفه‌ایه. تو این بخش مثل یه دوربین عکاسی میتونیم همه چی رو تنظیم کنیم. لنز رو انتخاب میکنم، وارد ISO میشم، اونو 1600 یه پله قبل از آخر میذارم. تو بخش فوکوس میتونم زوم دیجیتال کنم رو سوژم و فوکوسم رو دقیق انتخاب کنم. زوم اوت میکنم، فایل را رو برای خروجی انتخاب میکنم، زاویه‌ام رو تنظیم میکنم، وارد شاتر اسپید میشم و با توجه به نور محیطم اینجا 15 ثانیه لانگ اکسپوژر میذارم و شات میزنم. چند ثانیه بعد عکس خروجی ما به صورت فایل خام